درود به بچه عزیز، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو که ما برگشتیم بالاخره بعد از 204-5 روز حدوداً من ویدیو نذاشته بودم و اومدیم که ببینیم وضعیت به چه صورته، حمایت ها به چه صورته. خب ما عموما جامعه رو میبینیم، بعد طبق اون خب مثلا چیز میکنیم که ببینیم خودمون برگردیم این کارو بکنیم یا این کارو نکنیم. دیدم که خیلی از بچهای هم حوزه خودمون باشون صحبت کردم و اینا، هم که آقا داریم شروع میکنیم، گفتیم استارت بزنیم ببینیم که چی میشه. خیلی از بچه‌هایی که من خبر دارم، اسم نمیبرم چه کسایی، مثل خودم شغل خودمو داشتن، یعنی یوتیوبمون تعطیل شده بود، درآمدمون عملا صفر بود و مجبور شدیم بریم یا کارگری بکنم بچه‌ها، یا سر ساختمون یه کاری انجام بدن، یا برن شاگرد یه شخصی بشن، یا زیر دست یه کسی کار بکنن، یا برن جای فروشندگی بکنن و کسای دیگه که حالا اسم نمیبرم کیا هستن، همشون رو میشناسین خودتون. خیلی اوضاع بد بودیم مدت. قراره بگیم که آقا من چیکار کردم چیکار نکردم. منم به همون نحوه، منم ساختمون کار میکردم. خیلی از بچه‌ای که داخل تلگرام بودن خبر داشتن و میدونستن شغل من چی بود. کنم چون پیر شدیم مشخصه. آره دوران سختی بود، بدون اینترنت، بدون هیچ اطلاعی از جهان بین الملل. و تسلیت عرض میکنم خدمت تمام خانواده‌های داغدار که عزیزشون از دست دادن. وظیفه ما بود که اگر اینترنتی هم بود در این مدت فعالیت نکنیم، مثل تمام کسایی که فعالیت نکردن و کسایی که فعالیت کردن که حالا نمیدونم، من قضاوتشون نمیکنم، قضاوتشون با خودتون. که دمتون هم گرم، خوب حالشون رو گرفتین، مرسی. چون ما شرایطمون، ما چندلای کوچیک یه جوری بودیم که قاعدتاً ماها باید فعالیت میکردیم، چون اوضاع ما قطعاً درآمد ما خیلی به نسبت اون آدمای بزرگی که تو این مدت فعالیت کردن کمتر بوده. یعنی ما جیبمون پر نبود، یه به اصطلاح پسندازمون اگرم باشه 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 چقدر میخواست به اصطلاح پول بده بهمون. ولی اون چنل 200 کایی یا اون چنل 100 خورده ای کایی که دیگه همتون خودتون میشناسین، تو چرا این کارو میکنی؟ کاری ندارم. ما دوباره برگشتیم، همچنان من همون شغل ثابتمو دارم، ولی خب گهگاهی میایم اینجا، یه فکر کنم هفته 2-3 تا ویدیو داریم انشالله، اگر بتونم برسم هفته 2-3 تا ویدیو داریم. الان من یک روزی که بیکارم و دارم 2-3 تا ویدیو پشتم میگیرم، مجبورم پشتم بگیرم که داشته باشم، یا حداقل یک روزی که من نیستم. من شغلم به این صورته که 7:30-8 صبح میرم سر کار، حدوداً تا 12-12:30 میام خونه، یه نهاری میخورم و یه استراحتی بکنم، میشه 2-2:30 دوباره میریم سر کار. 6 خورده هم میام خونه که دیگه اصلا بیهوشیم دیگه، واقعا نای ویدیو گرفتن آدم نداره. میرم یه چرتی میزنم و شاممو میخورم و میخوام رو تخت دیگه با گوشیم ور میرم فقط، چون واقعا نمیکشه آدم بشینه. چون ما بچه‌هایی که چنلامون ضعیفه، نه ادیتور داریم نه تامنل زن داریم، هیچی نداریم، سفت صد کارامون با خودمونه، خودمون ضبط میکنیم، خودمون به اصطلاح تامنل میزنیم، خودمون ادیت میکنیم، خودمون آپلود میکنیم، تمام کاراش با خودمونه. و تو این مدت اتفاقایی هم که افتاده، من به اصطلاح اینترنت فیبر نوری وصل کردیم وسط نت ملی که اصلا اون موقع خب خیلی هم سرعتش انصافا خوب بود. و حالا در موردش یه دونه ویدیو خیلی جدا گرفتم، ببینیم که به چه صورت ویدیو رو براتون میذارم. امیدوارم که دوست داشته باشید، حمایت بکنید از اون ویدیو. و این ویدیو صرفا فقط اصلا تایم و ایناش هم مهم نیست، زیاد اصلا کات هم نداره، هیچ ادیت خاصی نداره، من همینجوری به همین صورت آپلود میکنم. و خدمتتون عرض شود که امیدوارم که از این به بعد مثل سابق حداقل پر انرژی با حمایت‌های شما بریم بالا. من و همکارای خودم هر چی که داشتیم از شما بوده، یعنی اگر شما نبینین، اگر ویو نباشه، اگر لایک نباشه، قطعا ما هم درآمدی نخواهیم داشت. من درآمدهای ماه اخیرم شما غریبه نیستید، میتونم بهتون نشون بدم، این فیلترچکم خاموشه. $2 $3 $1 $2 ماهی ها، یه روزی نه. اصلا دیگه نمیفرستادن شرکتو، برای من که نمیفرستادن، بچه‌ها رو نمیدونم موضوعشون چجوری بود دیگه. $2-3 قاعدتا نمیفرستاد طرف. $3 چقدر میشه؟ 400-500 هزار تومان دیگه نمیفرستادن اصلا همونم. در صورتی که تو اون دوران بچه‌ها میدونن واقعا برای ما همون پولم به اصطلاح پول بود، یعنی اون $2-3 هم پول بود. خیلی از بچه‌ها به فکر این افتادن که وسایلشون رو بفروشن، چه میدونم کامپیوترشون رو بفروشن، از جمله خودم که می‌خواستم کامپیوتر رد کنم، کلا گفته بودم دیگه ولش کن، اصلا یوتیوب چی و فلان اینجور داستانا. دکور پشت تغییر کرده، افتادیم تو بند ماشین بازی. البته بودیم ولی خب گفتم که یوتیوب نیست، گفتم
بشینم با ماشین باشینام و اینا عشق کنیم این مدت. یکم دکور عوض کردم اینجور داستانا. چیکار میکردم، چجوری خودم سرگرم میکردم؟ مثل بقیه بچه‌ها سر کار میرفتیم، فقط صرفا خونم میومدیم، کار خاصی نمیتونستیم بکنیم. یا آمیرزایی بازی میکردیم، یه حالا پسرخوانده‌ای بازی میکردیم. چیکار میکردیم دیگه؟ حوصله‌مون سر رفته بود دیگه. آره یه گیتاری میزدیم، یه آهنگی میخوندیم، سرگرمی ما همین بود دیگه، مثل شما. و خدمتتون عرض شود که همین. امیدوارم که این ویدیو دلی به دلتون نشسته باشه. حالا سوالی، حرفی، انتقادی، ایده‌ای، چیزی برای آینده نمیدونم بنویسین برام دیگه. اگر DNS هم دارید که رایگان باشه بتونه پابجی رو بالا بیاره، ممنونتون میشم. برام حتما تو کامنت ها بنویسین، هم من استفاده کنم هم بچهای دیگه. بازم یک دنیا ممنون از بچه‌هایی که این مدت حالا فکر کنم یا خارج بودن یا کانفیگ داشتن. البته چون دورانی بر من کامنت میذاشتن که چیز نبود، بگید کانفیگ فروشی هنوز مود نشده بود، بچه کانفیگ فروش مود نشده بود، یعنی دورانی کامنت میذاشتن که به اصطلاح اونا هنوز مود نشده بود و اینا. نمیدونم من با چی میذاشتن واقعا، چجوری میمدن تو یوتیوب. دمتون گرم، مرسی تک تک بچه‌ای که کامنت میذاشتین، حمایت میکردین این دوران. و من یه ویوی خیلی کوچولو موچولویی میومد، نمیدونم کیا بودن، یا قشنگ 1000-2000 نفری میومدن این دوران. و بازم یک دنیا ممنون. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. از بچهای چنل ما امیدوارم که همتون سالم و سلامت بوده باشید، هیچ عزیزی رو از دست نداده باشیم. اونایی که تو چنل من بودن، خیلی سخته یه موقع ببینی یهو آقا بگن فلانی از چنل پرشین پابجی خدای نکرده بگن که دیگه در بین ما نیست. خب قطعا آدم ناراحت میشه. کسی که منو میدید، کسی که منو دوست داشت، من ببینم الان دیگه تو جمع ما نیست، من قطعا خیلی اصلا نابود میشه آدم، چه برسه به خانواده اون طرف. کار ندارم، اوضاع مملکت هم که دیگه صحبتی در موردش نیست. میتونید خودتون تحلیلتون رو بکنید، تحلیلاتون رو کردید دیگه، بهتر از من میدونید دیگه، اصلا نیاز به صحبت من نیستش. امیدوارم که حالتون کلی خوب باشه، مواظب هم دیگه باشید، خیلی 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 مواظب دلتون باشید. انشالله همیشه تنتون سلامت باشه. توی ویدیوهای بعدی حالا میبینمتون به یه صورت دیگه، خیلی پر انرژی تر. و اینم یه یادگاریه تو چنل از این دوران دیگه. خیلی مخلصیم. ویدیو کاتی هم نداره، همینجوری میخوام صاف آپلود بکنم بره تو یوتیوب. خیلی مخلصم، عزیز دلین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، دمتون گرم. تا یه ویدیوی دیگه که ویدیو بعدی باشه، فعلا خدا نگهدار.